در روایت داره فردای قیامت که میشود جوونی رو میارنش، به جوونه میگن پرونده تو اول بخون، 35 سال عمر کرده مرده، این همه زنا، این همه لباس، این همه دنبال جوانهای مردم، این همه دنبال نوامیس مردم، این همه کثافتکاری، این همه هرزگی، سرشو میندازه پایین. میگن پرونده مال تو هست یا نه؟ میگه بله، انکار ندارم، مال منه، یک عملش نیست که من نکرده باشم، تمام به امضای من، درست من اقرار. جوون خیلی زیبا، امام صادق میگه فردای قیامت بهش میگن این کارا مال تویه؟ میگه بله. میگن چرا کردی؟ پسره میگه خدا میدونی چرا؟ برای که تو منو قشنگ آفریدی، تو اگه من زیبا خلق نمی کردی، قشنگ خلق نمی کردی، دامنم به این همه گناه آلوده نمیشد. خطاب میرسه ما لطفی بهت کردیم، یه نعمتی بهت دادیم، حسن جمال سربار برامون آوردی، اولی که بگی ممنونتم، متشکرتم که همچه محبتی به من کردی، تازه حالا میگی چون تو منو زیبا آفریدی همچی کردم؟ میگه بله. خطاب میرسه جوان، زیبایی صورت سبب شد که تو دامنت آلوده بشه؟ چت و کول آدم و خدا قیامت میبنده. میگه بله خدایا، اگر من زیبا نبودم، قشنگ نبودم، گل چهره نبودم، پاکیزه نبودم، این همه گناه نمیکرد. خطاب میرسد هر کس زیبا صورته باید دامنش آلوده بشه؟ میگه هر کس زیبا صورته دامنش آلوده. خطاب میرسد جبرائیل برو یوسفو بیار. جبرائیل میره یوسفو میاره. میگن جوان تو خوشگل‌تری یا یوسف؟ جوان وقتی نگاه به یوسف میکنه اصلا خجالت میکشه خودشو در زمره قشنگا بیاره. میگن تو بی ارزه بودی، جلو به خود تو نخواسته بگیری، تا چشم به یک دختر و یک جوان افتاد، دل و دین باختی. تقصیر زیبایی صورت چیه؟ ما یوسفا داریم در این عالم، عجبم بودن، زیبام بودن، زنان دنبالشون دویدن، سر به سرشون گذاشتن، اینا نگاه نکردن، اعتنا نکردن. تو اینجور بودی، تفسیر زیبایی صورت. یه جمله رو اینجا براتون بگم. امام صادق علیه السلام میفرماید زراره جان، میدونی چرا در میان خانه خلوت زلیخا وقتی سر به عجب یوسف کرد التماسش میکرد بیا با من زنا کن، یوسف فرار میکرد و اعتنا بهش نمیکرد؟ میدونی چرا در اون جای خلوت دامن یوسف آلوده نشد؟ گفت نه نمیدونم چرا. حضرت فرمود من میدونم چرا، این باید یه رمز موفقیت ها، یادتون نره. گفت چرا؟ حضرت فرمود برای که در این چند سالی که یوسف در میان خانه عزیز مصر نوکر و غلام بود، هر چیز زن صابخونه ور رفت به یوسف که یوسف در این مدت یه نگاهش بکنه، نگاهش نکرد که زنا نکرد. یعنی امان از چشم چرانی، امان از هرز چشمی، اون چه به کبتون گذاشته و بیچارتون کرده و بدبختتون کرده برادرای چشم چرانیه بوده. چشم دید که دل و دین باختی و رفتی. توجه کرد؟ امان چشم. ازا امام علیه السلام میگد النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة. اونم نه هر نگاهی، یا نگاهی اولی طور نیست، یعنی همین که تو خیابون داری میری دختره رو نگاهش کردی دیدیش طور نیست. اونی که کار دستت میده نگاه دومه. به قول ما مشهدیا با چشم اول که دیدی طور نیست، اون چشم خریداری دوما کار دستت میده. چشم خریداری کار دستت میده. دیدی سرت انداختی پایین، تا میاد این دوربین عکس برداره بده به دل، تو جلو دوربین رو گرفتی نتونست عکس برداره، اما وقتی جلو دوربینه رو واگذاشتی خوب عکس رو برداشت، تا همون وقتی که داره خوب عکس برمیداره هی مخابره میکنه به دل، یک دفعه میبینید یک طوفانی در جهان دل درست کرد، دیوانت کرد، دنبال دختر مردم را افتادی، سرت 1000 تا رسواییام در آوردی، میگی طوری نی، سینت هم میندازی جلو، با تو خیابونای مشهد را میری، 1000 تا قضاوتکاری کردی، یکی گندش در اومده، همه فهمیدن، انگشت نمام شدی، میگی مگه طوریه؟ میشه بشری قد بی حیا بشود؟ از خدا که خجالت نکشیده از مردم هم شرم نکنه، سینه‌شو بندازه جلو بگه فلان کار خلاف کردم، مگه تو؟
النظرة بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه. نگاه بعد از نگاه بیچارتون میکنه. یه صلوات بلند یه صلوات جمع. قال الصادق علیه السلام النظر برید الزنا. به خدا اگر آشنایی داشته باشید با کلمات عرب و ریزکاریای این حدیث را دقت بکنید، حذف میکنید و باور میکنید اینی که میگم راست میگم. هر تو دنیا باید بچه‌های فاطمه بزنن و در همه دهنا را ببندن و در این دهنا را وا کنن. متاسفانه در دهناشون رو وا گذاشتند و در دهنهای بچه‌های فاطمه رو بستند. النظر برید الزنا. امام صادق علیه السلام میگه این نگاهی که تو داری میکنی، یه مسافر میخواد بیاد، شما یه فامیل داری، روز شنبه میخواد بیاد، روز جمعه به تلگراف میکنه من شنبه ساعت 8 میام. ساعت 8 که تلگرافش میام یعنی چی؟ یعنی خبرت کردم، آماده باش میام. بله، امام صادق میگه النظر برید الزنا. این نگاهی که شما کردی به زنا، یک تلگراف زدی به زنا. آی زنا اومدم، یعنی آی زنا مهیا باش. اگه نمیخواستم بیام تلگراف نمیزدم، اگه نمیخواستم زنا بکنم نگاه نمیکردم. نگاه کردن قدم اول زنا کردنم. النظر برید الزنا. اگر میخواین پاک و پاک دامن باشین، چشمتون رو اول پاک کنید. این چشمه کار بهتون داده. اگر خواستید باز دقتتون بیشتر بشه روی این بحث، حلتون میدم طرف یه معنایی و اون میدونید چیه؟ من یه سوال ازتون میکنم. شما رو به خدا تا حالا در مشهد آیون یا شهرستونهای دیگه شما دیدید یک آدمی که کور باشه، عصا دستش باشه، این دنبال زن کسی را بیفته؟ این دنبال جوون کسی را بیفته؟ نه. چرا؟ چشم نداشته، چیزی ندیده، چیزی نمیخواد. چشم دید که دلت میخواد. پیغمبر میگه نسبت به نوامیس مردم کور باش، نبین که نخوای. یه جوانی بود خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. این معروف بود در بصره، اسمش عتبه بود. گفت یه روز پسر رذلیم بود. گفت یه روز من رد شدم جلو به یه ویرانه ای زدم، یه عتبه قشنگه زیباه رو خاکا داره میغلطه، هی داد میزنه خدا. گفت من آمدم جلو بهش گفتم عتبه جون. گفت بله. گفتم تو اهل یه حرفا نبودی؟ خدا یعنی چه؟ گفت یک دختر مسلمان منو آدم کرد. گفتم چطور؟ گفت یه روز داشتم میرفتم تو کوچه، رسیدم جلو به یه حمام زنانه ای، پله میخورد میرفت پایین، از جلو به پلکان اومدم رد بشم، یه نگاه کردم تو پله ها، دیدم یه دختر زیبایی از حمام آمده بیرون، از پله ها داره میاد بالا. صورتشم تفلک گرفته بود، فقط ابروان و چشمانش پیدا بود. چشم من ابروان و چشمان این دختره دید و علاقه من شد. دختره داره میاد بالا. چه گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد. دختره اومد بالا، راشو گرفت کشید، رفتن طرف خانه، ما هم دنبال سرش راه افتادیم. آمدیم خانهشو بلد شدیم، در زد، در رو وا کردن، رفت تو، ما هم دنبال سرش چپیدیم تو، رفتیم تو. دختره آمد در رو ببنده، دید من پشت سرش وایسیدم. گفت چی میخوای شما؟ گفتم من عتبه‌ام، اول زیبا چهره بصره‌ام. گفت چی میخوای از اینجا؟ گفتم منی که تمام زنا دنبالم میدوند، چشمان و ابروان شما منو دیوانه کرده، دنبال شما دویدم. گفت برو گم شو. اگر زنای بسته که هیچی، زنای عالم با مردای عالم دنبال تو بدوند، این دامن پاکه، برو. گفتم فایده نداره. یه وقت دختره داد زد و مادر بیا ببین چی میگه این. به جان شماها اونی که پاک داد میزنه،
اونی که ملمول لبادی در میاره ها ناپاک پاکه داد زد مادر بیایید چی میگه. حالا اگه دختره ما بودن چیکار کرده؟ یه جوانی دنبال سرشون راه افتاده بود به زیبایی در خانه آمده بود، اگر از دخترای ما بودن میگفت مادر بیایید چی میگه؟ نه بابا، میگفت حالا برو نمیشه، برو حالا یه ساعت دیگه بیا، برو کسیت خونه برو. نه میبره ساعت دیگه وقتش میگفت که بیا. من به دخترشون گفت غلط کردیشون من گوش برو بیرون. گفت من کسی هم تمام زنه ها میان دنبالم. گفت بیا دختر ما یکی کنار. گفت فایده نداره. دخترش داره تو اینجا وایس تو ببین. دختر با تو اتاق یه نیم ساعتی گذشت آمد خبر بیدید باید باشده. به اندازه‌ای که بیبند و باراب و بیدینا پشت کار دارن و اگه ما پشت کار دین و تقوامون رو داشته بودیم کارامون داریم. سینمایی اهمیت به سینما رفتنش بیشتر میده تا پا منبریه به پا منبر آمدنش. او پولم میده ها، اینجا چایی هم به آدم میدن و میای اینا. من که چیزی نگفتم که تو داری داد میزنی که جواب بده یه دوست کلمه من حرف بزنم بعد سر صدا و نالت بلند میشه. ای بلند هر کاری کرد نرفت. دختره خودش اومد التماسش کرد گفت فایده نداره. مادره و دختره با هم اومدن رفتن جفتی تو اتاقی خورده معطل شدن. خدایا این چه بلایی بود بر ما نازل شد. مردم اگه بفهمن آبرو ما میره. این بی آبروه من که آبرو دارم. یه دعاتون بکنم خدایا به حق صاحبی قبل مطهر علی ابن موسی رضا هیچ آبروداری رو گرفتار یک آدم رسوا و بی آبرو نکن. تا گرفتار نشید نمیدونید یعنی هر چی بیچاره التماس. یه از دختر خودش تنها اومد. قطب جون تو رو خدا، تو رو پیغمبر، تو رو دین، تو رو اسلام، تو رو حقیقت رو ما بیفا. یه خورده دختره نگاه به قد و بالای عطبه کرد و رفت کن. طولی نکشید عطبه میگه یه وقت دیدم داد دختره بلند شد. یه وقت دیدم مادر دختره اومد یه بشقابی هم دستشه گفت خیر نبینی عطبه بیا اون چه میخواستی بگی. نگاه کردم دیدم جفت چشمای دختره. این کجا بوده اینا چیه؟ گفت مگه چشمان دختر ما رو ندیدی دنبالش راه افتادی؟ گفتم چرا؟ گفت هرچی التماست کردی نرفتی. دفعه چهارم که دختر اومد بیرون التماست کنه وقتی برگشت تو اتاق صدا داد مادر. این دفعه که رفتم به عطبه نگاه کردم دیدم عطبه خیلی زیباستا. یه علاقه ای چشم از عطبه گذاشت تو دل من. مادر این چشم مثل که میخواد منو تو آتش ببره و به من خیانت کنه. من این چشمو نمیخوام. جفت چشما رو در آوردم تو این بشقاب برو بهش بده. برو دیگه. گفت چنان من لرزیدم که میشه یک کسی تو پاک دامنی اینقدر قرص خودتو نگه داره؟ چشم بده دامن نده. الله اکبر. گاه اومدم بیرون بشقابرم گذاشته. از اون روز آمدم تو این ویرانه دارم داد میگم خدا نمیدونم خدا علی جنایت من میگذره یعنی من سبب شدم یه جوان مردم بیچشم. این بنده خدا میگه یه چند رو گذشت یه رو رفتیم تو ویرانه دیدم عطبه نیست. خودم خسته شد ول کردم. دیدمش تو بازار لباسه تمیز پوشیده داره راه میره سر حال سر کیف. گفتم عطبه خسته شدی دست برداشتی؟ گفت والله نه تا نتیجه نگرفتم دست از خدای جهان نکشیدم. من از اونایی بودم که سمج بودم برم ناز کنم به من بده نده بدم بیاد ابدا. خوبیدم تا جواب داد. گفتم چطور؟ گفت یه شب بشم ناله میکردم تو همون ویرانه. آخر شب بود یه وقت دیدم مادر دختره اومد تو ویرانه. گفت عطبه جون بس دیگه اینقدر ناله نکن خدا از تو گذشت. گفتم تو از کجا فهمیدی خدا از من گذشت؟ گفت دیشب سر شب شام آوردم دخترم خورد بخوابه. خوابید جای چشماش میسوخت. سرش گذاشته بود رو بالش ای ناله میکرد. یه از گوش دادم ببینم دخترم چی میگه. دیدم داره میگه یا امام المتقین یا امیر المؤمنین ای رهبر پاک دامنان عالم. علی میبینی به جرم پاک دامنی چشممو دادم اما دامن ندادم.
تو همینقدر در خونه خدا آبرو داری، این چشمهای از کف رفته ما را بخوای به ما برگرده، ما اول عمرمون بی چشم زندگی نکنیم، سخته. گفت من خیلی دلم به حال دخترم سوخت، گرفت خوابی. یه ساعتی گذشت، رفتم تو تاریکی ها صدام میزنه مادر مادر. پا شدم رفتم جلو، دختر جان چی میگی؟ گفت یه روشنایی برده بیا. یه لیف خرما روشن کردم برداشتم بردم، گفت نگاه کن ببین علی چشمامو به من داد. همین دو تا چشم پوسیده شده یه تو بشقابو گذاشت سر جاش، دستهای ولایت معابیرم کشید روش بیا. دامنی چیزی گیر میاد اما از ناپاکی نه، از درستی در عمل چیزی گیر میاد از نادرستی نه، از بندوبار چیزی میشه گرفت ازش اما از بی بندوباری نه. تمام شماها مخصوصا رفقای جوان عزیز دقت کنید، تو زندگی نقطه ضعف از نظر تقوا نداشته باشید، پاک باش. به خیلی جاها میرسینا، خیلی چیزا بهتون میدن، به خیلی فیوزات نائل میشیدا. روز اول محفل است و وقت گذشت. البته امروز یه ربع ساعتی من دیر آمدم، گفتم اول منبرم انشاءالله فردا دقت می شود ساعت 6 انشاءالله رفقام شرکت کنن سر ساعت تا ساعت 7. محفلی است بسیار خوب. اولا در این مسجد که جای حساسی به نام مسجد بناها، از طرف جمعی از جوانهای عزیز اسلامی ما صبحهای جمعه در اینجا نوار دعای ندبه تهران گذاشته می شود. جمعیت زیادی هم شرکت می کنند، اینطوری که برام نقل کردن بسیار. و این محفل هم از طرف جمعی از دوستان این جلسه منعقد شده است و می بینید یکی جوانی که الان عمرشون فصلش میگد اینا باید برن دنبال گردش و تفریح، اینا گردش و تفریح خود رو کنار گذاشتن، گردش و تفریحشون رو گردش تو مجالس دینی گذاشتن و باید جدا قدردانی کرد از این روحیه های پاک اینا و علاقه های سرشار اینا به تشکیلات مذهبی و دینی. آفرین به شما، درود فراوان به شماها که در این فصلی که هر کسی میرد یک سیاهی میشد برای جمعیت بعضیا، شماها آمدید سیاهی جمعیت شدید برای پسر فاطمه مهدی قرآن، خدمتگزار شدید، اهل جلسه شدید. من میبینم قریب 20 نفر از این جوانها لباس مخصوص مثل لباسی که رفقای مهدیه ما در تهران دارن همونطور درست کردن به شعبه از شعبه مهدیه در اینجا. خدا به شما جزای خیر بدهد. اتفاقا همین امروزم ساعت 10 صبح 3 دستگاه اتوبوس بزرگ رفقای خدمتگزارهای مهدیه تهران ما وارد مشهد میشن انشاءالله که جمعیتی از دوستان و رفقا با ماشینهاشون تصمیم گرفتن از نظر تشویق اونها استقبال اینها برن تا 3-4 فرسخی. بله جمعیتی 30-40 دستگاه سواری اینها رفقا تصمیم دارن برن اونجا. رفقاتون از تهران میان، قریب 120 نفرن. بله 120 جوان. عصر پنجشنبه اینا میان مهدیه تهران تا صبح ساعت 9 در اونجا مشغول انجام وظیفه‌اند. هر چند نفری مأمور یک کاری هستند که این 10-15 هزار نفر جمعیت جلسه صبح جمعه تهران را پذیرایی کنند. و ما چند جا منزلی دیده شد، بعضی از جاها هم صحبت شد، لکن پیشنهادی شد از طرف بعضی از دوستان و محترمین که دلمون میخواد در یکی از این بناهای دینی باشن، یعنی علویه آقای حاجی عابدزاده. در اونجا منزلگاه شد و جایی براشون در نظر گرفته شد در اونجا باشن و آیون در اونجا وارد میشن. این 120 نفر رو تمام تشکیلاتشون هم در اونجاست. و بله انشاءالله من ازشون میخوام از طرف رفقای این جلسه که یه روزی هم بیان در اینجا یه برنامه‌ای هم انشاءالله در همین 5 روزی که من وعده کردم اینجا رفقای خدمتگزارهای مهدیه تهران در اینجا برنامه‌شون رو پیاده کنن از نظر همکاری با دوستان مشهدشون. بله خدایا به آبروی امام زمان تو رو قسم میدم، علاقه ما، ارادت ما، آتش ما را به امام زمان زیاد کن. به جان امام زمان اون دستهای مرموزی که در دل اجتماع ما مخصوصا تیپ جوان مشغول فعالیت است، این علاقه های دست نخورده به امام زمان میخوان دست خوردش کنن، به جان امام زمان اون دستها را کوتاه.
به آبروی امام زمان تو رو قسمت میدم هر کس در هر لباسی و هر نحوی خدمت به دین تو و به آیین تو و به طرفداران دین تو اهل بیت میکند، خدای اونها رو تقویت فرما. تو دامنه عرایزم رو جمع کنم